سرد شدن آدم‌ها یه لحظه نیست، یه فراینده. درست مثل خاموش شدن شمعی که مدت‌ها توی باد لرزیده. آدم سرد نمیشه چون احساس نداره. سرد میشه از بس احساسش رو خرج کرده و دیگه خسته شده. درست یه جایی بین انتظار و واقعیت، بین شنیده نشدن و نادیده گرفته شدن، قلب آروم آروم یاد میگیره خودش رو بی‌حس کنه. و از اون موقع است که دیگه لبخنداش اجباریه، جواباش کوتاست و حضورش فقط یک عادت قدیمی، و هیچ فریادی از بیرون نمیتونه برش گردونه. چون سردی آدم‌ها فریاد خاموشیه که از درون میسوزه. یادمون بمونه صدای سکوت حرف‌های زیادی داره.